ندانی که شوریده حالان مست چرا برفشانند در رقص دست؟ گشاید در از غیب بر واردات، یه وارداتی پیدا میکنن، فشانت سر دست بر کائنات. رقصیدن یعنی چی؟ یعنی دست افشانی کردن، دست از هر دو جهان بیفشان و پای بکوب بر سر این عالم، به زیر پای بکوبیم هر چه غیر وی است. اینو میگن پای کوبی. شکسپیر میگه که کسی که لذت نمیبره از موسیقی، کسی که لذت نمیبره از ترکیبات خوش آهنگ صداها و خودش هم هیچ موسیقی نمیسازه و نه لذت هم میبره، بهترین آدمی است برای هر گونه خیانت و جنایت و غارت و اینا. این به درد این کارا میخوره. چرا؟ برای اینکه آدمی که از موسیقی خوشش نمیاد، از هارمونی و هماهنگی خوشش نمیاد، لابد از دیسهارمونی خوشش میاد، از کارهای بدون ریتم و آهنگ و نظم و اینا خوشش میاد، برای کارهای بد خوبه.